طبق یک گزارش جدید، در روزهای اخیر چند گزینه برای حمله نظامی به ایران به اطلاع دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا رسیده است. این در حالی است که وی اخیراً اعلام کرده بود در صورت تداوم کشتار مردم ایران به دست نیروهای جمهوری اسلامی به ایران حمله خواهد کرد. به گزارش نیویورک تایمز، آقای ترامپ به طور جدی در حال بررسی صدور فرمان حمله نظامی به ایران است. برخی از گزینه‌هایی که به آقای ترامپ پیشنهاد شده است، حمله به برخی سایت‌های غیر نظامی در تهران است. روز گذشته، سناتور لینزی گراهام در حساب خود در ایکس خطاب به مردم ایران نوشته بود: کمک در راه است. کابوس طولانی شما به زودی به پایان می‌رسد. شجاعت و اراده شما برای پایان دادن به ستمی که بر شما تحمیل شده، مورد توجه ترامپ و همه دوستداران آزادی قرار گرفته است. نظر شما در مورد این گزارش نیویورک تایمز و اظهارات سناتور گراهام چیست؟ آیا دولت آمریکا به زودی برای حمایت از مردم ایران وارد میدان خواهد شد؟